به یه ویدیو یه سری یه گیم دیگه. امیدوارم ویدیو سریم گیم که نیست، ریاکشن به دیسکورد دیگه. امیدوارم ویدیو سریم ریاکشن به دیسکورد ها و خلاصه سریم همه اینا رو اومده باشید. یادتون باشه لایک کامنت بکنید و دم اونایی گرم که ویدیو رو بازنشر میکنن چون ما کارشون میتونن خیلی حمایت بکنن. دمتون گرم میخشید و اگر حال کنید حمایت کنید با دیدن ویدیو و بازشون حمایت میکنید. مرسی. خب بذار من برم بالا. خب من اومدم بالا، بریم ببینم دیسکورد بچه چی گذاشتن. سلام بچه، سلام بچه که تازه اومدید. سلام 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 1300 سلام. خب بریم ببینم چیا دیدیم. بالا نوشته موجی خیلی صدا زیاده. ولش کن مامیس برو. Grand Last and Sugar Grand Last and Sugar. من انگلیسیم خوب نیست. همتان میدانید که من انگلیسیم خوب نیست. شما میتونید اینو قبول کنید که من انگلیسیم خوب نیست و اینو گیر ندید بهش. این همیشه همینه که این همینه که هستش. نمیخوره نصیحت به دردش. نه خطکش. این گوگل ترنسلیت من واقعا فکر کنم خیلی لازم میشه اینجا. بچه ها ما یک یه قاشق غذاخوری گرند لاتد سوگار یا همون شکر دانه ریز پاره شد. یه قاشق شکر دانه ریز بریزین، یه قاشق اینسه هانته من نیستم. این تصویر سازی قهوه فوری میریزین، یه قاشق قهوه فوری. این تصویر سازی یه قاشق هم من نیستم. هات واتر آب داغ. این من نیستی، کاملا تصویر سازیه. فارسی نوشته نوشته بود که خاک در سرم عجله کار شیطونه. این من نیستم. این من نیستم. این من نیستم. این همش فتوشاپه. این همش فتوشاپه. نه همش فتوشاپه. این همش داشت فتوشاپه خربگاری. خب همون جایی که این فتوشاپ بود من این انگشتم رو به این شخصی که اینو درست کرده نشون میدم. خاک بر سرت که نه بازی شوتر بلدی، نه بازی ریسینگ بلدی، نه موتور سواری بلدی، نه گو بلدی، نه ان بلدی، یه چی حالیدی. 2000 years later. این ویدیو خوشم میاد. اگه ما رو دیدیم یکی داره اینجا میگه زرتی که میزنی میگه صبح بخیر جونه دل. خیلی کیف کردن جونه دل. بر سرت که نه بازی شوتر بلدی، نه بازی ریسینگ بلدی، نه موتور سواری بلدی، ندیدیم. نه گو بلدی، نه ان بلدی، یه چی حالیدی. ریدم بدمشو مسخره میکنه. آهش گرفتمون. آهش آره گرفتمون. ندیدیم. اینو دیدیم. اینو دیدیم. ها این چیه؟ شد من کجا؟ من بروجر دمشم نفهمیدم چی شد ولی بیلا خودتو میدم. داستان‌های عمو امیر و سوسک. خونه ما این یه داستانی بود خیلی جذاب و زیبا بود. من و امیر داشتیم سیویلیزیشن بازی میکردیم. بعد من ساعت 2 شب داشتم استریم میکردم. یه حشره‌ای داشت میچرخید بزرگ بود. من فکر کردم سوسکه. پا شدم که بکشمش با اسپری. گمش کردم. بعد یهو که برگشتم که بیام بشینم و یعنی تقریبا داشتم همچنان دنبالش میگشتم، نگاه پشت سرم کردم نمیدونی سوسکی داره میدوه سمتم. از پشت میخواست بیاد هیدن بلید کنه تو کمرمو بکشم.
پریدم اسپره رو گرفتم بهش. من یه دونه کولر، این کولر کوچیکا گذاشتم اون دقیقا این روبروم، جید باد داره میده داخل. سوسک دوید سمت اون کولره، من اسپره رو که گرفتم بهش همش برگشت تو صورت خوده و لعنتی رفت زیر یه چهارپایه‌ای که از چهار طرف کاملا قابل دیده، ولی غیب شد، بلینک کرد، نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد، من دیگه ندیدمش و تا یه 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر من داشتم همینجوری گشت می‌زدم داخل خونه و ریده بودم تو خودم و مطمئن بودم که قراره بیاد بکشه منو بعداً. بعد عرضم به خدمتتون که خلاصه دیگه گذشت چند ساعت بعدش دیدم دوباره داره اون حشره که دنبالش بودم پرواز میکرد که من پا شدم دیدم یه حالت این چوسنه ها از این چیزا، این حشره کوچیکا حتی اینقدر شبیه سوسکن اونا بود و اونو زدم نفلش کردم، این اسپرا زدم بهش، بعد با چی اسمش جانوشابه گذاشتم روش، درشو گذاشتم، برد انداختمش ته جانوشابه، اسپره رو گرفتم داخل جانوشابه، درشو بستم. اینجا اسپره رو گرفتم داخلش و سریع در جانوشابه رو بستم. خلاصه این داستان من با سوسک بود. بعد رفتیم برای فردا شب. فردا شب دوباره داشتیم استریم می‌کردیم. یکی از بچه‌ها که اسم نمیارم داخل دیسکورد گفت چقدر باحال میشه امشب سوسک بیاد خونه امیر. بعد به طور ناگهانی یادم امیر جیغش بلند شد و واقعا سوسک هم رفت اونجا و یه داستانی هم این داشت با سوسک. خلاص جالب بود. 2 شب پشت سر هم سوسکا ما حمله کردن. معمولا سوسک خیلی کمه. بعد همچنین نشسته چه بازی که من لش میدم برای خودم، نه که ویدیو هم ضبط کردم، پام رو میز بود لش اینا یویمر ناکرم دیدم یه دونه سوسک انقدی خیلی خوشگل داره اینجوری برخش راه میره اینا، یه دستم تکون داد یه بای بای هم کرد بام. ببین من اول پرت شدم اینور خوردم رو پرده سبز، ولی انصافا از سوسک ترسناک‌تره. اصلا من نمیدونم این ایمیج، این سیویلیزیشن تو استریم شبانه ایمیج رفری شده است. من دیگه واقعا میترسم و به ایمیج هم گفتم این به بعد من با تو سیویلیزیشن استریم نمیام چون سوسک میاد، یا حالا برای تو میاد یا برای من، برای جفتمون. پایین داره چیکار میکنه این؟ آقا این چه دیگه، من اول گفتم بذار خیلی ریلکس اینا سیس گرفتم آروم، گفتم مثلا من خیلی خفنم، سطل آشغال برداشتم گفتم جلو سوسکه الان بترسم باختم. آقا من سطل آشغال برداشتم بذارم روی این سوسکه آروم، این بی‌ناموس من موتور توربو داشت یهو گازش گرفت اومد چسبید دیوار پشت من. مایکو بستم پا شدم بهش گفتم آجی وایسا، پا شدم پریدم رو تختم رفتم پیفاف آوردم. حالا پیفاف ما چی؟ سوسول. پیفاف بدون بو برای کشتن مگس. این پیرن منه تنه، خدا شاهد این پیرن منه تنه، بیشوخی دارم میگم این پیرن منه تنه. این دوست عزیزی که انگار انداختنش داخل اتاق گاز داره همینجوری خودشو به در دیوار میکوبه، این پیرن من تنشه. یه پیرن من دارم این دونه بو. خب من اصلا این زمان فهم کردم این بوی پیفا بوی سوسکه، یعنی سوسک این بو رو میده در اصل، اتکلان سوسکه مثلا پیفا. آقا این بو نداشت، ما اومدیم این تکونش دادم کلی اینا، یه دمپایی من توی همون چرا مایکو میزنی حالا؟ اومدم نشستم یه همه کار کرده تو لحظه. سوسک اومده زیر میز بی‌ناموس داشت میرفت سمت فرمون. بالا دوباره پیداش کرده، من سوسک گم بشه دیگه پیدا نمیکنم. داشت میرفت سمت فرمون. آقا من گفتم فرمون خط قرمز دا، پیفافو گرفتم بهش. خب اینجوری هم میزد بنده خدا، پیفاف هم ته زورش بود، یه کجوری پیفا بهش زدم این ریجی شد. خب گفتم بی شرف سوسکا لعنتی اینجوری هن بی شرفا واقعا. مرسی پاندا و دزداکان حمایتت. داداش ما الان وسط استریمیم، داره زیر 1000 تا بدبختی و بیچارگی کیو پیفاف میزنی؟ اومد بیاد سمتم، من خب بالا داشتم چی میگفتم یادم رفت، وای اصلا حواسم پرت شد. سوسکا لعنتی اینجوری هم وقتی بهشون حمله میکنی یا اسپری یا پیفاف یا هر کوفت و زهر ماری که بهشون میزنی ریجی میشن، یهو میان سمتت، عصبی میشن. تو چی گوی خوردی؟ تو چی کردی؟ ها دقیقا اینجوریه. یعنی پس رو میگیرن که پیشو میگیرن که پس نیفتن.
خیلی لعنتی هن. اصلا شاکی هن. میخوان پاره کنن، میکشن به عربده، چاقو در میارن. تخت بودم هایگران شیش هم دست یعنی دارم. ارتفاع داشتم، راحت خطش گرفته بودم. این بیا جلو با دمپایی بزنم روش. خب این بنده خدا دمپایی دسته بندید سر و چرخون، خیلی زرنگ بود. یعنی ببین من مرسی آرای بیایدین بعد 5000 سال هوایت متشکرم. سلام بر تو، سلام و درود بر تو. خب بهش وارتانده لگ داره برای من. FPS 14 چیکار کنم؟ لپتاپ بده. خب سیستمت نمیکشه دیگه جوان، برو گرافیکشو بیار پایین. اگر جواب داد بهت که خدا رو شکر، نداد بعد سیستمت رو ارتقا بدید. تنارات همینه. سلام امپرور. بشه بخشی از فان کلیپ اونم رو حالا شاید بعدم دیدیم. این برای اینجوری لین میکردم، کیو ای میزدم، اینجوری میکردم، این برای نگاه میکردم. آقا چند سه دیدم این نیومد. خب گفتم شاید مرد پشت میز، مثلا چه پیش پایین داره اثر کرد بنده چیکار خدا. میکنه؟ من واقعا متوجه نمیشم این پایین داره چه اتفاقی میفته. من حس میکنم داخل این یه مواد افیونی چیه استفاده شده. این بنده خدا الان داره تلاش کنه بزنه به دیوار. ویدیوش هم داره تو وبکمش هم آنه، همینجوری خفه میگیره. شد، ماسک بازم نداشت، مرد. حالا من اسپری سوسکو بعد زده بودم به سوسک و سوسی چیز نمون. کردم چند مثلا سال من خیلی واسه صورت دارم. خودم. حاجی، ببین به خدا ناخودآگاه من خیلی قویه. بیده ببینی الان در یه لحظه هم خدا رو آورد وارد قضیه، هم خدا رو نقص کرد. به خدا ناخودآگاه من. ببین الان در اینجا هم خدا رو سوگند خورد، هم خدا رو نفی کرد. به خدا ناخودآگاه من. داشت تو یا با خدایی یا ناخودآگاه داری. من با خداگاه دارم. میفهمی؟ مثلا من بعضی وقتا به خدا با خداگاه من یهو میگه که باید یه چنین اتفاقی افتاده و تو باید برگردی و چنین کاری انجام بدی. با خداگاه من خیلی وقتا میگه، ولی این ناخداگاه داره. دلیل این برای نگاه کردم، اون برای اتاق کلایی سلام دادم، کن. اونجاه بیناموز چیت داشت، نه بلینک دگر داشت، راست بلینک کرد میگه. اون برای اتاق. منم این سوسکه خب؟ دقیقا اینجا غیب شد. دیدم اومده اون برای تو، بعد بنده خدا که اینجوری لنگ میزد، نه که پیفاف خورده بود. به هر حال درسته بیبو بود ولی پیفاف بود. لنگ میزد، اینا داشت میگفت دارم میام برات. ببین قشنگ من تو نگاهش دیدم که این داره میاد انتقام بگیره من. بوی انتقام میاد قشنگ. انتقام چه خون آورده بالا. چشاشو گرفته بود بیناموز، تیزی هم کشیده بود. آقا چی دیگه، من پیفاف واز گرفتم، پشتم پیفاف انش در من تموم شد. آقا پیفاف تموم شد، اینم شاکی هم من رفت زیر تخت. نگاه کردم اینو ببینم کجا این داستانا. یه دقیقه سمت کامپیوتر دیدم باز زیر میز کامپیوتره. پشمام ریخ. اونجا بود که مطمئن شدم این چیت داره. خب چی داری تعریف کنی؟ نسبت به تعریفی که داره میکنه و نسبت به تایمی که نبود اصلا همخونی ندارن. و داشتم فقط دعا میکردم. آخه تو دعا بلدی انتر. اولا من فکر کردم 2 تا سوسکن، یعنی اول واقعا فکرم 2 تا سوسکن، چون امکان نداشت سوسکی که اینجا یهو ببینم اون برای اتاق داره میره. سوسکه این توانایی ولی داره. اونجا داره لنگ میزنه، فهمیدم پیفاف خورده است و یه سوسکی. خب گفتم ببین اوکی چیت داشته باش، من ریپورتت نمیدم جان داداش، فقط جون مادرت بال در نیار. یعنی ببین من داشت سوسکا بال در نمیارن. بعضی از سوسکا از بعد به تولد بال دارن، بعضی از سوسکا از بعد به تولد بال ندارن. یهو سوسکی مثلا جلو چشات جون میگه یه لحظه ببخش. اما بعد این جانگولر بازی ها بدون هدست انجام بده. یا سوسکی که بر نمیگرد بگه شده مثلا بال دراره بیرون از پشتش. بعضی از سوسکا بال دارن ناگهان پرواز میکنن، بعضی از سوسکا هم بال ندارن. دادش اینا بال که در نمیارن که، باله رو داره، فقط تصمیم میگیره ازش استفاده کنه یا نکنه. که خدا رو شکر سوسکا این یکی ترحمو به ما انسان‌های حقیر کردن، به این موجودات ضعیف، و از بالاشون استفاده نمیکنه. چون بزرگ بود و من خیلی گنده بال داره. مایکو بابا من فقط داشتم میگفتم جون مادرت بال داره. من ریپورتت نمیدم. مولای آقا هیچ چی دیگه. این بنده خدا ریپورتش دوباره رفت سمت فرمون. بعد من بچه‌ها روی فرمونم شاید می‌خواسته بره خونه‌شون که خاک نگیره، چون زیاد استفاده نمی‌کنم ازشون پایین، همش خاک میگیره. اتاق من نمی‌شه زیاد خاک میگیره. آقا رفت رو پارچه آقا هوا کثیف بود. هیچ دیگه. من گفتم آقا دور پارچه میچرخه، داشت مثلا آتیشش می‌زد داره سوخت مثلا. این پایین این بنده خدا خودشو کشت. من
من دلم سوخت. باش امیر دیگه داستان سوسکی تعریف نکن. این سر پیفافو بیاد بیرون. باز پیفافو کلی تکوندم، ببین میتکوندم محکم که فقط این یه یعنی چی پیف پاپو میتکوندم؟ من از شما سوال پرسم، شما پیف پاپو میتکونید؟ من فرش رو دیدم بتکونن، حالی خلاصه لباس هر کوفت و زهره ماری سلام آریان، ولی پیف پاپو مگه میتکونن؟ منظورش اینه که تکون دادم یا تکون میدادم. نه میتکوندم که داداش، تکوندن که خاک بر سر. چوس بزن آقا، یه چیز زد این ریج کرد دیگه واقعا ریج کرد. چند بار ریج کرد سوسکی داشت، این ریجش فقط پر نشد. منم رو تخت یهو دمپایو بردم بالا، طی یه حرکت انتحاری افراطی پاکستانی زارت زدم روش. آقا بهتر نبوده همون اول دمپایی پاش استفاده کندش می‌کردی؟ افتاد اونور. خب با بعد این پاش پا کندش سوسکا که افتاد ول اون میشن ها. برگشت. چپ کرد اولش اینجوری چی نشون چپ داد که من کرد؟ مردم. من اول نگاه کردم گفتم خب این که مرد و این داستانا. اول انگار آقا تجربه شخصی من، اصلا به سوسکا اعتماد نکنید. خیلی موجودات کثیف و رذل و خیانتکاری ان. خودشونو میزنن به ما یکی سوسک یکی مارمولک، میافتن زمین، تو که میری مثلا یه جمعشون کنی یهو برمیگردن میگیرن. دقیقاً یه چین حالتی. من 2 بار تقریبا خفتم و 1 بار سوسک 1 بار مارمولک گرفتم و سوسکا هم مطمئن باشید اگر 20 بارم بزنید روشون باز نمیمیرن. این تلاش کنید کاملا له که شدن، بعد باز یه چیز دیگه هم بیارید با خاک‌اندازی، با یه چیز آهنی یا چیز بلندی که بازم نتونه خرتون رو بگیره. مرده بود روش اومد. ما گفتیم اوکی یا این داستانه بریم خاک انداز بیاریم. الان پای این دوست برادر پایینمون به مسیحیای محترم بی‌احترامی کرد، گفت سوسک مرده. رفتم سوسک یعنی چی؟ خاک انداز بیام دیدم بی‌ناموس، دید من رفتم داره تون پا میزنه برگرده. آقا چی، من سریع ته اتاق خاک اندازو گذاشتم کنار، باز دویدم سمتش بودم پای زارت یکی دیگه گذاشتم توش پشت با سرش جر خورد. انش زد بیرون، انش هم زرد بود. انش زد بیرون و انش نبود چی دیگه، به قول گفتن میگن یارو یه جوری زد انش در اومد دیگه. یه جوری این بار زدم که انش در اومد و دیگه دار فانیو ودا کرد و به ایزد ابدی پیوست و با سنش جر خورد. میخواستم یه جوری داره قهرمان بازیاش میگه، دیگران گر ندانند که بدانند که ندانند، در جهل خیشتن که بمانند که بمانند که بمانند. چی گفتم؟ پشمام، ندانم که ندانم که چه گفتم که چه ندانم. مثل سگ از سوسک میترسه و من از این بیشتر مثل سگ از سوسک میترسم. یعنی صرفا تمام اتفاقاتی که اون لحظه ما با سوسک برامون اتفاق میفته نمیفهمیم چی میشه، صرفا پیش میاد. یعنی امکان داره ما بمیریم، امکان داره اون بمیره، هیچ چیزی ازش مشخص نیست. سوسک موجودی سوسک خدا نکنه ملخ. من یه بار ملخ اومد داخل خونه داشتم و سکنج دیوار میکشیدم بالا، اصلا یه وضعی بود. یعنی واقعا داشتم دیوار میکشیدم، تلاش داشتم میکردم این جوری فقط برسم به جایی که اون نرسه، ولی حقیقت ملخ میرسه. میخواستم یه ویدیو بگیرم سوسک لامصب حداقل خوبش اینه راه میره و یادم از چند تا چیز و بگم که یادت اینجوری تهدید بال استفاده نمیکنه، ولی ملخ لعنتی همچین دیوار هم میپره. این ویدیو رو برای سوسکا میگیرم، حواستون باشه. سمت اتاق عمو امیر بیان اینه آخر بعد اینجوریه که انتون رو عمو امیر که همونده اون سکته بزنه. بیخیال شدم، گفتم ولش کنی وقت بعدن سوسکا غیرتی میشن بدتر میشه میریزن اینجا اینا. دیشب یه فایتی داشتیم، یه فایت تقریبا این بتلی که بهتون گفتم تقریبا 1 ربع تا 20 دقیقه طول کشید. یعنی یه فایت 20 دقیقه‌ای ما داشتیم، فایت سختی بود. من داخل خونه خودم که بودم یه دونه مارمولک داخل نزدیک دستشویی بود. دستشویی تقریبا یه اتاقی رو باز می‌کردی میرفتی و دستشویی داخل اون اتاق بود، نسبت به جایی که میز کامپیوتر چیه من بود. یه مارمولک داخل اونجا اومد، هر کاری کردم نتونستم بکشمش بیرون بکشمش. خطش گرفته بودم، 2 ساعت 3 ساعت دراز کشیده بودم اون نزدیکا، خطش گرفته بودم بیاد بیرون. رفتم حتی یه سری نرم افزارا دانلود کردم، یه سری از صدا که مثلا صدای مارمولکی یا مثلا صدایی که مارمولک خوشش نیاد و بده، که یکی از بچه‌ها بهم گفت احمقی. گفتم برای چی؟ گفت مارمولک سوسکا رو میخوره ها. بعد اون دیگه تصمیم گرفتم با مارمولک کاری نداشته باشم.
مارمولک دیگه اونجا هی بزرگ و بزرگتر شد، قشنگ معلوم بود داره خصوص میخوره. بعد بچه دار شد. یه بارم حواسم پامو گذاشتم یکی از بچه‌هاش مرد، میومد دنبال بچه‌ش میگشت. آخرم غم کرد رفت. نمیدونم بعدا. NBA همون گوه. این چی؟ این مارکی که الان اینجا استفاده میکنه این چی؟ الان بنده فاز غمی در زندگیم فرو رفته. غم در آقا امتیازمون اومد، امتیازمون اومد. بچه ها رو بریزید هرچی میتونید ساب و کیف و میف و ساب و دروبی بخرید خیلی مسابقه رو ببریم. امسال باید یه نفر رو اول شیم و دوم یا سوم. بچه های آرایپی من پرچم بریم بالا، پرچم آرایپی من بره بالا، پرچم نره بالا، پرچممون رو خشتکمون رو پرچم مرد که ما دیگر رو. میشه. اصلا به امتیاز من چی کار داری؟ آقا من توف تو امتیاز، من اصلا برام مهم نیست. امتیاز من صفرم باشه برام مهم نیست. بی خیال امتیاز، سایدید منو با این امتیاز. با موقع اجازه نمیدادن. برو یه کاری کرد همون پیش از بچه ها رو بریزید هرچی میتونید ساب و کیف و میف و ساب و دوبی بخرید خیلی مسابقه رو ببریم. خفه شده این نمیتونی حرف بزنی، زر نزن، زر نزن، زر نزن. کاش اون موقع قطعا چیز نداشته اسمش چیه، رسما یادم رفت بیل خواهیم بنده خدا رو بدم، خیلی نفس میخواد یه همه بپر کنیم. بچه بود پرده اون بره ها. گم شو برو عقب، برو گم شو اونجا. من مردم. برگام آخرش خیلی خوب بود. امیر داخل این حالت اصلا رو حالت معمولی بود، من بعید میدونم رو حالت معمولی بوده باشه داخل این صحنه، من بعید میدونم رو حالت معمولی بوده باشه. این اصلا نرمال نبود، این اصلا نرمال نبود، این اصلا نرمال نبود. نرمال نه. ای بابا الان ما میام رو کله امیر، بذار ببینیم بر بابا. Where the hell were you? Here. Then why were you این وسک what؟ این وسک وسکره؟ what؟ این آلبه picking up your phone? I was on a call. آه. آه. الان این بابا، این بابا
الان این با این حتی عینکاشون هم یه نهایت فکر کنم وسکر رنگ عینکش رو گرفته. مثلا با عینکش انداختنش داخل ماشین لباسشویی رنگ عینک گرفته. بذار من کله خودم بیارم پایین. الان این بابا با این بابا خداییش یکیه. من معتقدم واقعا رنگ عینکش گرفته به پوست تنش. چون ببین رنگ عینک رفته ولی در عوض پوستشون رنگو گرفته. من این احتمال رو میدم. داشت تو گیر دادی به کچل بودنش. یعنی الان داریم میگه چرا کچله. خب این میتونه موهاشو بزنه ولی واقعا از لحاظ ژنتیکی نمیتونه یه دفعه ظرف 5 دقیقه تبدیل بشه به یه شخص دیگه. بابا انا همه چیو در آوردن. خب خدا وکیل آقا خب یه کاراکتر جدید طراحی کنید. مگه میمیرید؟ خب کاراکتر جدید سیاه‌پوست طراحی کنید. خب یه کاراکتر جدید سیاه‌پوست طراحی کنید. واقعا مجبور نیستید یه کاراکتر رو عوض کنید صرفا به خاطر اینکه به برادران سیاه‌پوستمون احترام بذارید. میخواید احترام بذارید دمتون گرم بذارید ولی خب یه کاراکتر جدید طراحی کنید. چه میدونم داخل اویل بعدی بابا یا سیاه‌پوست بذارید. والا من واقعا مخالف این نیستم به برادران سیاه‌پوست یا خواهران سیاه‌پوستمون نقش بدن که البته دیگه کلا ریدن دیگه اونقدر نقش دادن. یارو داخل ناف چیز یه داستانی دیدن بود داخل فیلم. من خب فیلم نمیبینم ولی داخل فیلم و سریال نمیبینم ولی داخل سریال چرنوبیل من ندیدمشم ولی خب نمیدونم چرنوبیل چه خبره. وسط اون همه روس و اون همه سوکابلیت و اینا گیر داده بودن چرا داخل سریال چرنوبیل سیاه‌پوست نیست. خب لامصب سیاه‌پوست داخل روسیه چیکار میکنه؟ حالا تو ژاپن دیدیم اون رفیق امید زیرکو ولی دیگه واقعا داخل روسیه نداریم. اونم اون دوران شوروی. خب چرا میخواید به زور الکی چیزا رو بریزید تو چیزا؟ بابا اصلا کاراکتر جدید طراحی کن تو اویل بعد. لا اله الا Then why were این What؟ این وسکره؟ این you آلبه picking up your phone? I was on a call. تازه به خدا من حاضرم قسم بخورم اینم چیزه. کی بود خدایا؟ جینه. یعنی من حاضرم قسم بخورم اینم جینه. یعنی یا جینه یا میام جیل ولنتاینه. اصلا قاطی کردم اصلا. Your phone. I was on a call. بابا جیل ولنتاین اصلا لبخندت فرجامم میجویم آرامم. واقعا چه گیری کردیم با این آزادی بیان و نمیدونم حمایت های. بابا بیا برو نام یه سری چیزا واقعا توهینه. یعنی یهو همینجوری شب میخوابن صبح پا میشن میگن چجوری حمایت کنیم چجوری نشون بده. خب اوکی مثلا این داشتون میکنیم تو سطل رنگ در میاریم بیرون. عکس قشنگی بود. اما همین راست میگم ایمیج کلا زیر میزه. مدیر جمعونی داری. مشکلی داری یا علی بیا. خفه شو بابا. همینه که هست. اصلا همینه که هست. اصلا من اینه. اصلا من زیر میزه. دوست دارم برامزش گرم بشه. اصلا دارم تمرین شرایط ویژه زلزله میکنم. قشنگ بود.
موزیک و بده یه نام بود همه شادن آقا چیزی نی عزیزم نکنی هول. مثلا بعضی وقتا میز هست خودم برو بیام رو. اصلا خودتون من میرید رو میز. خدایش من خودتون میرید رو میز. این الان پاشم میگم بیام بزنم رو میز خودتون جای دیگه هم ببینید به جای صورتم. والا منو چه کردم قشنگ بود. این که قاقیه؟ باشه چاق شده. هیچ وقت امیر نتونست یه انسان باشه. هیچ وقت نتونست امیر یه انسان باشه. آقا اینا رو اصلا نمیتونم تمام کنم سر درد میگیرم. من چرا شول دارم تو دهنمه؟ چرا شبیه لورد ومپایرها شده بودم؟ چرا اسم بلدی؟ خب وقتی نمیشناسی زر نزن. آقا وقتی نمیدونی مجبور نیستی زر بزنی. در مورد این هم نظر داده خود تو سرت که همه جا گوخوری هی میاد نظر میده. اصلا به تو چی؟ اصلا من دوست داشتم بگم اون علی نقیه. به تو چی؟ به تو چی؟ من اصلا دوست داشتم بگم رسوله. به تو چی؟ نه به تو چی؟ چرا سر میکنی؟ کدوم خیلی؟ چرا مثل وناییه که تصادف کرده؟ Victory, easy victory. The master of خدا گفتم شبیه بشکه انه نگو حسنه. یکی هم میریم برای ترموست تو بیار یکی هم میریم برای ترموست تو بین اون خطه تو سولاخ رو چجوری پیدا میکنی من نمیدونم پس فردا خیلی خوش اومدی امروز اومدی با هم دیگه وجود رادر بازی کنیم وجود رادر